نوشته بود وقتی کسی از چیزی گلایه‌ای میکنه نیاز داره مسئله ای رو بفهمه و بعد اون مسئله رو در خودش ترمیم کنه. یعنی وقتی من میام از یک رفتاری در رابطه با تو گله میکنم، دارم از تو خواهش میکنم، بهت میگم عزیزم این مسئله من رو ناراحت کرده و من همچین آدمی هستم، لطفاً بیا برام توضیح بده و کاری کن که من دیگه از تو ناراحت نباشم. چرا؟ چون من میل به ادامه دادن با تو رو دارم. وقتی تو در مقابل گله کسی که براش اهمیت داری سکوت میکنی، اون آدم یاد میگیره که دیگه وقتی از تو ناراحته بیان نکنه، به تو فرصت ترمیم نده و دیگه برای تو نجنگه. رها یه چیز جالبه میگفت که آدمی که میاد پیش تو و گله‌ای میکنه، یا تو تنها کسی هستی که میتونه حالشو خوب کنه، یا تو دقیقاً همون آدمی هستی که دلشو شکونده.